تشیعی را که مرکز و پایگاه تبلیغاتش لندن هست قبول نداریم. این تشیعی نیست که ائمه علیهم السلام اون رو ترویج کردن، اون رو خواستن. تشیعی که بر پایه ایجاد اختلاف، بر پایه تمهید و صاف کردن جاده برای حضور دشمنهای اسلام است، این تشیع نیست، این انحراف است. تشیع مذهب تام اسلام ناب است، مذهب قرآن است. ما از کسانی که کمک به وحدت میکنن حمایت میکنیم، از کسانی که ضد وحدت عمل میکنن مخالفت میکنیم، از همه مظلومان ما دفاع میکنیم. ما با این حرفایی که بگن شما در قضیه بحرین و چه دخالت کردیم، با این حرفا از میدان خارج میشیم. ما هیچ دخالتی هم نکردیم، اما ازشون حمایت میکنیم. ما برای مردم مظلوم بحرین، برای مردم مظلوم یمن قصه میکنیم، براشون دعا میکنیم، هر کمکی بتوانیم بهشون میکنیم. امروز حقیقتا مردم یمن، ملت یمن مظلومن، یک کشور رو دارن ایران میکنن به خاطر اهداف استکباری و سیاسی، همراه با حماقت. هدفهای سیاسی رو بعضی جورهای دیگر هم میشد دنبال کنن، اینا با حماقت دارن این اهداف سیاسی رو دنبال میکنن. برای ما دردناک حوادث یمن و بسیاری از حوادث دنیای اسلام در پاکستان و افغانستان و اینا هم حوادث زیادی هست که واقعا دردآور است. اینا رو باید دنیای اسلام با بیداری و بصیرت علاج بکنه.